کل این کابینت های آشپزخونه همش با هم 2300 و 2430 یورو. اینا کابینت های آماده است که دیگه شما باید آماده بگیرین و نصبش بکنین اگه دقیقا بخوره به ابعاد خونتون. کل این کابینت 3900 یورو. این کابینت بالا و پایین 3150 یورو. سینک و کمد زیرش 571 یورو. این یکی با آینه بالا و همه چی 450 یورو و این یکی 283 یورو. این سینک دستشویی 496 تا. این کابین حموم 547 تا. اینا گرونه، جاهای دیگه میشه خرید این چیزا رو. کتابخونه 259 یورو. این کتابخونه 199 تا. میریم تو قسمت خورده ریزا دیگه. اینا رو فیلم نمیگیرم، شما به هم بگین همین جنسای بزرگی که من فیلم گرفتم قیمتش تو ایران چنده.